بعضی مردان و زنانی هستند که به زیبا نگاه داشتن سر و لباس و نمود ظاهری خود خیلی توجه دارند، اما اخلاق و کرداری آنها خیلی قبیح است، بد اخلاق هستند. بزرگان می فرمایند اگر نمود ظاهری خود را زیبا نگاه داشتی، یعنی سر و لباس خود را زیبا نگاه داشتی، چشمها تو را فراموش نمی کنند، اما اگر اخلاق خود را زیبا نگاه داشتی، قلبها تو را فراموش نمی کنند. پس اخلاقت را چنان زیبا بگردان و خود را با اخلاق نیکو چنان زینت بده تا قلبها تو را فراموش نکنند و در قلبهای مردم جای داشته باشه. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. پس کوشش کن تا از جمله بهترین ها باشه.